5000 سال پیش اینجا نه کویر بود نه سکوت. شهری می‌تپید که در آن پزشکانش جراحی مغز انجام می‌دادند، چشم مصنوعی می‌ساختند و هنرمندانش نخستین انیمیشن‌های جهان را خلق می‌کردند. شهر سوخته. نام این شهر سوخته ما را به اشتباه می‌اندازد که فکر کنیم این شهر به دلیل آتش نابود شده، اما حقیقت کاملاً برخلاف اون چیزی است که فکر می‌کنیم. در این قسمت دلیل واقعی نابودی این تمدن باشکوه را از لابلای خاکسترها بیرون می‌کشیم. پس تا پایان با من پیر پارسی همراه باشید. برای درک بهتر شگفتی و عظمت این شهر مرموز باید نگاهی به اوج پیشرفت آن در سال 3200 پیش از میلاد بیاندازیم. زمانی که اروپا در عصر سنگ به سر می برد، شهر سوخته به اوج شکوفایی خود رسیده بود. اینجا اولین شهر برنامه ریزی شده جهان با وسعت 150 هکتار با خیابان‌های منظم، سیستم فاضلاب زیرزمینی و کارگاه‌هایی که ظروف سفالی را با دقت میلیمتری می‌ساختند. اما این پایان شگفتی ها نیست. هنرمندان این شهر روی یک جام سفالی نقش یک بز را در 5 حرکت ترسیم کردند. وقتی این جام میچرخید، بز به سوی درختی میدوید. این نخستین تلاش بشر برای خلق توهم حرکت بود که تاریخ نگاران آن را بز جستجوگر نخستین انیمیشن جهان نامیدند. این شاهکار نشان دهنده ذهن خلاق مردمانی است که مفاهیم پایه سینما را هزاران سال پیش درک کرده بودند. اما انگار نقطه درخشان این تمدن مرموز پزشکانش بودند. در این شهر جمجمه‌ای از دختر نوجوان 4800 ساله پیدا شد که نشانه‌هایی از عمل جراحی مغز دیده می‌شد. به نظر می‌رسد پزشکان این شهر با ابزارهای سنتی جمجمه را سوراخ کردند تا فشار مغز را کاهش دهند. جالب اینجاست که این دختر از مرگ حتمی نجات یافته و 6 ماه پس از جراحی زنده مانده است. در سال 2006 باستانشناسان شیء کوچکی را از قبری باستانی بیرون آوردند که دنیا را شوکه کرد. نخستین چشم مصنوعی جهان. این چشم مصنوعی در حدقه چپ یک اسکلت زنی بلند قامت